ما را با خبرها از تاجیکستان آغاز میکنیم. پیوندان دو ساکن جماعت واروخ ناحیه اسفاره که 2 هفته قبل از طرف مرزبانان قرقیزستان بازداشت شده بودند میگویند که مرافعه دادگاهی نزدیکان آنها به زودی شروع می شود. مقامات مرزبانی قرقیزستان تا حال مسئله را شرح ندادند. مرافعه نخستین باعث جان بابا حسنوف و دلشاد کریموف در دادگاه بادکند روز 22 اکتبر باید شروع می شد، ولی آن را به امروز 1 نوامبر به تأخیر گذاشتند. نور محمد کریموف، یکی از نزدیکان بازداشت شده ها، روز 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت وضع بابا حسنوف و کریموف در بازداشتگاه بادکند خوب بوده، همه منتظر حکم دادگاه می باشند. این دو ساکن جماعت واروخ به گفته امین جان ناظروف، یک کارمند شعبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در جماعت واروخ، شام 14 اکتبر بازداشت شدند. مقامات قرقیزستان تا هنوز از بازداشت شدن دو شهروند تاجیکستان خبر ندادند. نزدیکان دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان میگویند بابا حسنوف و کریموف در چراگاه متعلق به قلمرو تاجیکستان با نام پل آفتاب رویه بازداشت شدند. و خویشاوندان این دو نفر گفتند که بازداشت شدگان به عبور غیر قانونی مرز متهم می شوند. بازداشت این دو شهروند تاجیکستان از سوی مرزبانان قرقیزستان در حال رخ می دهد که یک چوپان دیگری تاجیک نیز ادعا دارد که از دست مرزبانان قرقیز فرار کرده است. کامران تیشزاده، چوپانی محله تاجیکان واروخ، روز 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت وقتی گوسفندها و بزها را در چراگاه میچرانید، سرحدبانهای قرقیز به وی نزدیک شدند و او خود را از جری به پایان افکنده فرار کرده است. به گفته او موضعی که گوسفندهایش را میچرانید محله تاجیکان است و طی چند سال است که در همین جا رمه‌اش میگردد. مقامات مرزبانی قرقیزستان به سوالهای رادیو آزادی درباره این رویداد و چوپان تاجیک پاسخ ندادند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان سر چند وقت شاهد مناقشه های می شود که گاهی به خون ریزی می کشد. قسمی از مرز تاجیکستان و قرقیزستان هنوز علامت گذاری نشده است. اکثر بحث های مرزی به گفته کارشناسان از نامشخصی در مرز رخ می دهند، زیرا اینجا منطقه های موجود است که یکی از طرفها آن را بحث طلب می شمارد. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است.